رزاق پور شوت زنه خود رزاق پور گل توی دروازه. گل برای فولاد خوزستان. به سمت راست محمودی سامپروی دروازه. ضربه خطرناک و بله اعلام ضربه پنالتی به سود پرسپولیس. میزنه و توی دروازه. 1-1 مساوی. 1-1 مساوی. کار دنبال خواهد شد. علی پور سامپروی دروازه. یه ضربه زد گل توی دروازه. چه کامبکی میزنه فولاد خوزستان. پخش بشه یه بار دیگه فولادی ها در نوع محوطه جریمه ظاهر میشن. این یوسف مزرعه ولکن نیست تا گل نزنه. میزنه یوسف مزرعه. گفتم ولکن نیست. اینقدر با جسارت ظاهر میشه و دروازه سوت پایان این دارو برتری 3-1 که فولاد خوزستان برابر پرسپولیس.